was out of my body, looking down at the whole scene, and up there on the ceiling, it was this feeling of being wrapped in this beautiful blanket of love and acceptance. I just felt absolutely wonderful. به من گفتن در طول این مراحل حتما کاملا بی حرکت بمون. بعد تخت رو به حرکت در میاریم. تخت شروع به حرکت کرد و من کم کم احساس عجیبی پیدا کردم. با خودم گفتم چه اتفاقی داره میفته؟ انگار دارم از حال میرم. روی تخت دراز کشیده بودم و متاسفانه هیچ کس واقعا حواسش به من نبود. تکنسین رادیولوژی که دکمه حرکت میز رو کنترل میکرد، اشتباهی دکمه دیگه رو فشار داده بود و خودش هم متوجه این موضوع نشده بود. من شروع کردم به نفس زدن. نمیتونستم تنفسم رو کنترل کنم. تکنسین رادیولوژی خم شد و صورت من را نگاه کرد. دید که چشمان به عقب برگشتن. آخرین تصویری که دیدم این بود که اون عقب رفت تا ببینه انگشت شستش روی کدوم دکمه قرار داره و با حالتی وحشت زده چهره‌اش تغییر کرد و بعد همه چیز تموم شد. از بدنم خارج شده بودم و از بالا تمام صحنه رو تماشا می‌کردم. اونجا نزدیک سقف اتاق احساس می‌کردم درون یک پتوی فوق‌العاده زیبا پر از عشق و پذیرش پیچیده شدم. احساسی داشتم که واقعاً بی‌نظیر و فوق‌العاده بود. تجربه نزدیک به مرگ باربارا بارتولومه. من تو شهر وست سلیم ایالت اورگان بزرگ شدم. 4 خواهر و برادر دارم. 3 تاشون از من بزرگتر و یکی هم از من کوچیک‌تره. من و خواهر کوچیکم دخترای خیلی شلوغ، بازیگوش و شادی بودیم. همراه پدر و مادرم خیلی به کمپینگ می‌رفتیم. در مجموع محل زندگیمون واقعاً جای خوبی برای بزرگ شدن بود. بعد از اینکه دبیرستان رو تموم کردم، وارد کالج شدم. از اینکه کار می‌کردم و پول خودم رو در می‌آوردم و خونه مستقلی داشتم خیلی لذت می‌بردم. حدود 27 سالگی به سانتا باربارا در کالیفرنیا نقل مکان کردم. در اونجا از خانواده و شبکه حمایتیم دور شده بودم. بعد با مردی در سانتا باربارا ازدواج کردم که متاسفانه مشکلات جدی رفتاری و خشونت داشت. کم کم وارد یه رابطه آزاردهنده شدم. رابطه‌ای که دیگه نمیتونستم از اون بیرون بیام. اون عصبانیتش رو از مشکلات کاری و هر اتفاق دیگه‌ای سر من خالی می‌کرد. آدمی بسیار کنترلگر بود. اگه من یا پسرم دقیقاً همون کاری رو که اون می‌خواست انجام نمیدادیم، دردسر خیلی بزرگی درست می‌شد. کم کم فهمیدم هم برای من و هم برای پسرم این وضعیت واقعاً خطرناک شده. ازش خواستم که به مشاور خانواده بره. ازش خواستم که با کشیش کلیسا صحبت کنه. اما اون همه این پیشنهادها رو رد کرد. هر کاری که به ذهنم میرسید انجام میدادم تا شاید بتونم بهش کمک کنم خشمش رو کنترل کنه. اما هیچ چیز نتیجه نداد. یه روز صدام زد تا به حیاط پشتی خونه برم. اونجا چند تا کیسه سیمان روی چند تیر چوبی 2x4 قرار داشت. کیسه های سیمان خیلی سنگین بودن و تیر چوبی زیر وزن اونا قرار گرفته بود. همسرم شونش رو زیر اون تیر چوبی نگه داشته بود تا وزن کیسه های سیمان رو تحمل کنه. به من گفت بیا اینجا. گفتم داری چی کار میکنی؟ دوباره تکرار کرد بیا اینجا. دست چپم رو کشید و من رو درست زیر اون تیر چوبی برد. ناگهان شونش رو کنار کشید و همون لحظه تیر چوبی با تمام وزن کیسه های سیمان روی شونه من افتاد. چون قد اون از من بلندتر بود، تمام وزن اون کیسه ها مستقیما روی بدن من قرار گرفت. همون ضربه باعث شد دیسک کمرم در قسمت پایین ستون فقرات پاره بشه. احساس کردم انگار کسی به پایین کمرم شلیک کرده باشه. همونجا روی زمین افتادم. از اون روز به بعد راه رفتن برام مشکل شد. اولین پزشکی که برای تشخیص مشکلم بهش مراجعه کردم بعد از معاینه گفت به خاطر این دیسکی که پاره شده دچار سیاتیک شدی. بعد هم گفت راستش فکر نمی کنم بتونم این مشکل رو درمان کنم. به احتمال زیاد به جایی میرسی که دیگه نتونی راه بری. طبیعتاً این حرف برام وحشتناک بود. اما یکی از همکارانم که دوست صمیمیم هم بود گفت اصلاً حرفش رو باور نکن. باید حتما با یک جراح مغز و اعصاب صحبت کنی. طبق توصیه دوستم با یکی از جراحان مغز و اعصاب منطقه تماس گرفتم. برای ویزیت پیشش رفتم. اون داشت عکسای رادیولوژی رو نگاه می‌کرد.
بعد بهم گفت که من میتونم این مشکل رو حل کنم. من واقعا دلم میخواست حرفش رو باور کنم. اون زمان فقط 31 سال داشتم. دختر کوچیکم فقط 5 ماهه بود و پسرم 8 سال داشت. من فقط میخواستم زندگیم رو پس بگیرم. اون جراحی من رو برای دسامبر سال 1987 برنامه ریزی کرد. قبل از عمل اون و جراح ارتوپد تصمیم گرفتن که باید یک مایلوگرام انجام بدن. مایلوگرام یعنی تزریق ماده حاجب یوددار به داخل کانال نخاع. من رو روی تخت مخصوص رادیولوژی خوابوندن. برام توضیح دادن که قرار تخت رو طوری کج کنن که سرم بالاتر و پاهام پایینتر قرار بگیره. به این ترتیب ماده حاجب در امتداد نخاع حرکت میکنه و اونا میتونن ببینن که آیا هنگام پاره شدن دیسک آسیبی هم به نخاع وارد شده یا نه. چون اگر نخاع آسیب دیده بود موضوع خیلی جدی‌تر میشد. قبل از شروع کار به من گفتن اگه در طول این آزمایش حتی ذره‌ای تکون بخوری ممکنه ماه‌های بعد دچار سردردهای بسیار وحشتناک و شدید بشی. پس کاملا بی حرکت بمون. هر دو پزشک داخل اتاق بودن، هم جراح ارتوپد و هم جراح مغز و اعصاب. 2 تکنسین رادیولوژی و 1 پرستار هم حضور داشتند. ماده حاجب را تزریق کردند. پشت گردنم را بی‌حس کردند. غیر از اون هیچ داروی بیهوشی یا آرام بخش دیگه‌ای را دریافت نکرده بودم. بعد تخت آروم آروم شروع به حرکت کرد. همراه با حرکتش صدای خاصی شنیده میشد. همون موقع کم کم احساس عجیبی پیدا کردم. با خودم گفتم چه خبر شده؟ انگار دارم از حال میرم. روی تخت دراز کشیده بودم اما هیچ کس واقعا حواسش به من نبود. پرستار کنار میزی نزدیک در ایستاده بود. 2 پزشک مشغول صحبت با هم بودن. 2 تکنسین رادیولوژی هم با هم حرف می زدن. برای اونا این فقط یه مایلوگرافی معمولی بود. هیچ اتفاق خاصی نبود. اما متاسفانه تکنسیانی که دکمه حرکت تخت رو کنترل می کرد به اشتباه دکمه دیگه‌ای رو فشار داده بود و خودش هم متوجه نشده بود. تخت رادیولوژی در جهت اشتباه خم شد. به جای اینکه سرم بالاتر از پاهام قرار بگیره، سرم پایینتر از پاهام رفت و همین باعث شد ماده حاجبی که تازه به پشت گردنم تزریق شده بود به سمت مغزم جریان پیدا کنه. همون موقع احساس می‌کردم دارم از هوش میرم. شروع کردم به نفس زدن. دیگه نمیتونستم تنفسم رو کنترل کنم. صدای نفس هم باعث شد 2 تکنسین متوجه من بشن. حرفاشون رو قطع کردن. تکنسیانی که دستش روی دکمه بود خم شد و صورتم رو نگاه کرد. دید که چشمام به سمت عقب برگشتن و به شدت نفس میزنم. آخرین تصویری که دیدم این بود که اون عقب رفت تا ببینه انگشت شستش روی کدوم دکمه قرار داره. صورتش ناگهان از وحشت تغییر کرد و بعد همه چیز تموم شد. از بدنم بیرون اومده بودم و از بالا داشتم کل صحنه رو نگاه می‌کردم. دیگه از اون وحشتی که چند لحظه قبل در بدنم احساس می‌کردم هیچ خبری نبود. اونجا نزدیک سقف اتاق احساسی داشتم که انگار درون پتویی فوق‌العاده لطیف از عشق و پذیرش پیچیده شده باشم. حالم بی نهایت خوب بود. به پایین نگاه کردم و دیدم چه اتفاقی داره میفته. شنیدم که یکی از اونا فریاد زد کد آبی. این کد یعنی اینکه بیمار دچار ایست قلبی و یا وضعیت بحرانی شده. اون زمان اصلا نمیدونستم کد آبی چیه، اما با خودم گفتم اگه من این بالا کنار سقف هستم، بدنم اون پایین افتاده و اون با اون همه اضطراب فریاد میزنه کد آبی، پس فکر کنم من همین الان مردم. اما با وجود این فکر هیچ ترس یا نگرانی نداشتم. احساس فوق‌العاده راحتی داشتم. اصلا نترسیده بودم، شوکه نشده بودم و دستپاچه یا وحشت زده هم نبودم. برعکس، آرامشی عمیق داشتم. احساس می کردم در آغوشی پر از عشق قرار گرفتم. انگار داخل یه پتوی گرم و نرم از عشق پیچیده شده باشم و همه چیز کاملا خوب و امن باشه. چند لحظه بعد دیدم پایین اتاق همه با سرعت سرسام‌آور مشغول احیای من شدن. راستش از بالا که نگاه می کردم این همه عجله و داد و بیداد و دویدنشون کمی آزاردهنده به نظر می رسید. همه به هم دستور می دادن و با عجله این طرف و اون طرف می رفتن. همون لحظه که این فکر از ذهنم گذشت که من مردم، حضور موجودی رو درست کنار خودم احساس کردم. این حضور برام عظیم و سرشار از عشق و لبریز از پذیرش بود. احساسم این بود که اون رو از ازل می شناختم.
انگار از ازل بخشی از اون بودم و اون هم بخشی از من بوده. انگار از ازل با او آشنا بودم. احساس اون همه عشق، اون پذیرش کامل و اون شدت باور نکردنی محبت چیزی بود که هیچ کلمه‌ای نمیتونه توصیفش کنه. احساس میکردم اون خداست. عشق مطلق رو احساس میکردم. پذیرش مطلق و آرامش مطلق رو. وقتی حضورش رو کنار خودم احساس میکردم، انگار دیگه فقط یک وجود خالص بودم. یک روح ناب و اونقدر من رو دوست داشت که اصلا قابل توصیف نیست. واقعا باور نکردنی بود. اینکه حضورش رو درست کنار خودم احساس میکردم زندگی من رو برای همیشه تغییر داد. همچنین حس عمیقی از ارتباط رو تجربه میکردم. ارتباطی که احساس میکردم خیلی قبلتر از زندگی فعلیم وجود داشته. اون زمان 31 سال روی زمین زندگی کرده بودم، اما حس میکردم آگاهی من خیلی فراتر از این زندگیه. در ذهنم شروع کردم با اون موجود صحبت کردن. همزمان از بالا هم همه اتفاقات پایین رو تماشا میکردم. پایین همه وحشت زده شده بودن. پزشکا مدام دستور میدادن. پرستار با تلفن درخواست دستگاه شوک قلبی دفیبریلاتور میکرد. 2 تکنسین رادیولوژی هم عملیات احیای قلبی ریوی CPR رو شروع کرده بودن. به اون موجود گفتم من واقعا باید برگردم، چون میدونستم اگه همسرم کنترل کامل بچه‌ها رو به دست بگیره، اونها هم مثل من مورد آزار قرار خواهند گرفت. قبلا دیده بودم که با پسر بزرگم بدرفتاری کرده و مطمئن بودم دختر 5 ماه هم همین سرنوشت رو پیدا خواهد کرد. گفتم باید برگردم و ازشون محافظت کنم. اجازه بده دوباره وارد این زندگی بشم. علاوه بر این، اون بالا دقیقاً میدونستم برنامه زندگیم چی بوده و هدفم از اومدن به این دنیا چیه. بهش گفتم من هنوز مأموریتم رو کامل نکردم. واقعاً میخوام به زندگی برگردم تا بتونم کاری رو که برای انجام دادنش اومده بودم به پایان برسونم. در حالی که این حرف‌ها رو بهش میگفتم، همچنان صحنه‌های پایین رو هم نگاه میکردم. در همین لحظه یک چرخ دستی اکسیژن رو وارد اتاق کردن. ماسک اکسیژن رو روی صورتم گذاشتن. 2 تکنسین هر 2 دقیقه جاشون رو با هم عوض می‌کردن و ماساژ قلبی انجام میدادن. بعد مردی وارد اتاق شد که یک جعبه همراهش بود. جعبه رو روی لبه کنار دستگاه رادیولوژی گذاشت. شروع کرد اون برچسب‌های گرد سفید رنگ رو جدا کردن و روی سینم چسبوند. از بالا همه این صحنه‌ها رو تماشا می‌کردم. برای لحظه‌ای دیگه به اون موجود نگفتم که میخوام برگردم، بلکه فقط داشتم صحنه پایین رو نگاه میکردم. بعد ازش پرسیدم اون مرد داره چی کار میکنه؟ ناگهان از کنار سقف درست مقابل همون دستگاه منتقل شدم. دیدم دست اون مرد از جلوی آگاهی من رد شد. بعد یک کلید کوچک رو روشن کرد و یه چراغ کوچیک روی صفحه نمایش روشن شد و خطی روی صفحه شروع به حرکت کرد. کاملا صاف. دیدم اون خط تا انتهای صفحه ادامه پیدا کرد. ناگهان فهمیدم اون چیه. با خودم گفتم این مانیتور قلبه. این خط صاف یعنی قلب من از کار افتاده. همون لحظه که این رو فهمیدم فوراً دوباره کنار سقف و کنار همون موجود قرار گرفتم. دوباره حضورش رو کنار خودم احساس کردم. اون وقت فهمیدم وقتی سوال کرده بودم که اون مرد چه کار میکنه، اون من رو پایین برده بود تا جواب سوال خودم رو ببینم. در همون زمان جراح مغز و اعصاب که کنار جراح ارتوپدی ایستاده بود گفت زمان زیادی گذشته. اون دچار مرگ مغزی میشه. باید یه کاری انجام بدیم. جراح ارتوپد گفت همه برید کنار. 2 تکنسین رادیولوژی که مشغول احیا بودن عقب رفتن. جراح ارتوپد 2 قدم جلو اومد. مشتش رو از پشت بدنش بالا آورد. دستش رو بالای سرش برد و با تمام قدرت مشتش رو روی سینه من کوبید. همه این صحنه رو از بالا دیدم. بدنم بر اثر اون ضربه به شدت تکون خورد، اما من به بدنم برنگشتم. هنوز کنار سقف بودم. همون جا بود که اون موجود برای اولین بار با من صحبت کرد. با صدایی اونقدر زیبا که توصیفش واقعا ممکن نیست. به من گفت اما اگه برگردی همچنان در همین ازدواج خواهی موند. اون وقت چه کار خواهی کرد؟ همون لحظه پشت سر هم صحنه‌هایی مثل فیلم از مقابلم رد شدن. یکی پس از دیگری پشت سر هم. تمام اتفاقهایی که در سالهای زندگی مشترکم افتاده بود. همه آزارها، تمام خشونتها،
همه تحقیرهایی که تحمل کرده بودم. بعد از هر بار که به من آسیب میزد عذرخواهی میکرد. بعد سعی میکرد با بردن من به رستوران یا خریدن گل و یا هدیه دادن دل من رو به دست بیاره. همیشه میگفت که دیگه تکرار نمیشه، اما همیشه دوباره همون اتفاقات تکرار میشدن. همه اون صحنه ها رو دوباره دیدم. بعد فرصت پیدا کردم به تمام کارهایی فکر کنم که برای تغییر دادن اون انجام داده بودم. به اون نامه 8 صفحه‌ای فکر کردم که براش نوشته بودم. در اون نامه گفته بودم که دیگه تحمل این همه آزار رو ندارم و اگه این رفتارها ادامه پیدا کنه ترکش میکنم. به جلسات مشاور خانواده فکر کردم، به صحبت با کشیش کلیسا، به تمام دفعاتی که به اون گفته بودم من دیگه این زندگی رو ادامه نمیدم، این کسی نیست که میخوام باشم. همه اینها رو دوباره دیدم و بعد ناگهان حقیقت رو فهمیدم. قرار نبود که اون تغییر کنه، بلکه من باید تغییر میکردم. باید دست از تلاش برای عوض کردن اون بر میداشتم. باید ازش دور میشدم. به اون موجود گفتم اگه اجازه بدی برگردم بهت قول میدم اونقدر قوی بشم که ترکش کنم. همون لحظه که این جمله رو به زبون آوردم پزشک دومین ضربه رو به سینم زد و قلبم دوباره شروع به تپیدن کرد. چشمام رو باز کردم و دوباره داخل بدنم بودم. ماسک اکسیژن روی صورتم قرار داشت و همه با تعجب به من نگاه می‌کردن. با نگاه به اونها گفتم چه اتفاقی افتاد؟ پرستاری که بالای سرم بود گفت حرف نزن، فعلا چیزی نگو. اول باید وضعیتت رو پایدار کنیم. حدود 20 دقیقه مشغول تثبیت وضعیت جسمانی من بودن. بعد ماسک اکسیژن رو برداشتن. همه اطراف تخت ایستاده بودن و نگاه می‌کردن. دوباره پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ من بالای سقف بودم. همه چیز رو می‌دیدم. همه چیز رو می‌شنیدم. جراح مغز و اعصاب که کنار تخت ایستاده بود فقط گفت خدای من. همین واکنش باعث شد با اطمینان بیشتری تمام ماجرا رو تعریف کنم. گفتم من حقیقت رو میگم. پرستار داشت با تلفن درخواست دستگاه شوک قلبی میکرد. اون خانم چرخ دستی اکسیژن رو آورد. اون آقا مانیتور قلب رو آورد. من خط صاف قلبم روی مانیتور رو دیدم. این 2 نفر داشتن CPR انجام میدادن. بعد از آوردن اکسیژن هر 2 دقیقه جاشون رو با هم عوض میکردن و ماساژ قلبی میدادن. شما هم به اون گفتید که زمان زیادی گذشته و من دچار مرگ مغزی میشم. بعد اون 2 بار به سینه من ضربه زد و بعد از اون من برگشتم. این حرفها جراح مغز و اعصاب رو کاملا شوکه کرد. وقتی داشتم صحبت میکردم مشتش رو گره کرد و کنار بدنش نگه داشت و با عصبانیت گفت من قرار نیست اینجا بایستم و به این حرفها گوش بدم و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. اما همین اتفاق نتیجه خوبی داشت، چون جراح ارتوپد دستم رو گرفت و در حالی که همه گوش میدادن گفت دوباره برام تعریف کن. چی دیدی؟ چه حسی داشتی؟ چطور بود؟ اون واقعا به حرفام علاقه‌مند شده بود و احساس میکردم میفهمه که چه اتفاقی برام افتاده. بعد من رو روی برانکارد گذاشتن و به اتاقم بردن. قرار بود فردای اون روز جراحی انجام بشه. هر کسی که وارد اتاق میشد ازش میپرسیدم دیروز هنگام مایلوگرام چه اتفاقی برای من افتاد. اما همه فقط پرونده پزشکیم رو نگاه میکردن و میگفتن متاسفم من چیزی توی پرونده نمیبینم. نمیدونم منظورتون چیه. روز بعد من رو برای عمل جراحی بردن. جراحی دیسک کمرم انجام شد. یه لامینکتومی و دیسکتومی روی مهره‌های SCGL5 انجام دادن. بعد از عمل پزشکا به بخش ریکاوری اومدن. همین که به من نزدیک شدن بلافاصله پرسیدم دیشب هنگام مایلوگرام چه اتفاقی افتاد؟ جراح مغز و اعصاب گفت من اینجا نیومدم درباره اون موضوع صحبت کنم. من اینجا هستم تا درباره عمل جراحی صحبت کنم. 4 روز در بیمارستان بستری بودم، اما هیچ کس حاضر نشد درباره اون اتفاق با من صحبت کنه. اصلا نمیدونستم اسم چنین چیزی تجربه نزدیک به مرگه. تا اون روز حتی 1 بار همین اصطلاح رو نشنیده بودم. اهل مدیتیشن نبودم. اصلا با چنین نگاه‌های معنوی به زندگی آشنا نبودم. اسم ریموند مودی رو هم نشنیده بودم. همون نویسنده‌ای که سال 1975 کتاب زندگی پس از زندگی رو نوشت. اصلا نمیدونستم افراد دیگه‌ای هم چنین تجربه‌ای داشتن. بعد از ظهر همون روز وقتی همسرم به ملاقاتم اومد، تمام اتفاقی رو که برام افتاده بود براش تعریف کردم. وقتی ماجرا رو برای همسرم تعریف کردم گفت همچین چیزی امکان نداره اتفاق افتاده باشه. احتمالاً دچار توهم شدی. اما من هیچ وقت اهل مواد مخدر نبودم.
مادرم افسر پلیس بود و از همون کودکی در این زمینه خیلی سختگیر بود. مشروب هم نمیخوردم. حتی الان هم نمیخورم. هیچ وقت سراغ هیچ موادی نرفتم. دختر بسیار سالم و بی‌حاشیه‌ای بودم و تا اون روز هم هیچ وقت تو زندگیم دچار توهم نشده بودم. برای همین مطمئن بودم چیزی که اون میگفت حقیقت نداره. در نتیجه سکوت کردم و دیگه درباره اون اتفاق با کسی حرف نزدم. اصلا نمیدونستم با چه کسی میتونم صحبت کنم که حرفم رو باور کنه. اون تجربه اونقدر واقعی بود که هر بار بهش فکر میکنم انگار دوباره همون لحظه رو زندگی میکنم. حتی الان که دارم دربارش صحبت میکنم، اگه چشمام رو ببندم دقیقاً میتونم تخت، آدما و تمام اتاق رو همونطور که اون روز بود ببینم. اما هیچ کس نبود که بتونم باهاش دربارش حرف بزنم. زندگیم رو ادامه دادم. 3 سال طول کشید تا آروم آروم به سمت عملی کردن اون قول حرکت کنم. بالاخره وقتی دخترم 3 ساله شد، همسرم رو ترک کردم. البته جدا شدن اصلاً آسون نبود، اما اون تجربه نزدیک به مرگ، مخصوصاً اون گفتگوی آخر با اون موجود و سوالی که از من پرسید، اینکه میخوای با زندگی چی کار کنی، قدرت فوق‌العاده‌ای به من داد. همسرم بیمه‌های خیلی سنگینی گرفته بود و من واقعاً میترسیدم من رو بکشه. برای همین صبر کردم تا زمان مناسبی پیدا بشه. یه روز برای یک مأموریت کاری به کانادا رفت. فهمیدم که حداقل 1 هفته به من دسترسی نخواهد داشت. همون موقع حکم منع نزدیک شدن گرفتم. به اداره پلیس هم اطلاع دادم که در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار دارم. همین کارها باعث شد بتونم نجات پیدا کنم. بعد از اون طلاق گرفتم و زندگی جدیدی رو شروع کردم. از اونجا فصل کاملا تازه‌ای از زندگیم شروع شد. فصلی بسیار شاد و زیبا که جای تمام رنج‌هایی رو که سالها تحمل کرده بودم گرفت. وقتی امروز به اون اتفاق نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم تجربه نزدیک به مرگم وارد زندگیم شد تا من رو از اون شرایط بیرون بیاره و کمکم کنه که از اون وضعیت فراتر برم و رشد کنم. 2 سال تمام فقط کار کردم و خرج بچه‌هام رو دادم. اون روزا با خودم فکر می‌کردم. فکر نمی‌کنم دیگه هیچ وقت بخوام کسی وارد زندگیم بشه. می‌ترسیدم. با خودم میگفتم اصلا آدم خوب هم وجود داره. مرد خوب واقعا پیدا میشه. برای همین یه دفترچه کوچیک کنار تختم گذاشتم. هر شب قبل از خواب اون رو باز میکردم. داخلش فقط ویژگی‌های مثبت مردی رو مینوشتم که اگه روزی دوباره بخوام به کسی اعتماد کنم، دوست دارم اون ویژگی‌ها رو داشته باشه. هر شب اون فهرست رو میخوندم و بعد به خدا میگفتم خدایا، من نمیدونم این آدم چه کسیه، اما میدونم که تو اون رو میشناسی. یه روز پسرم که کلاس 8 بود بهم گفت با یکی از دخترای همسایه میخوام به سینما برن. بعد ازم خواست برم دم خونه اون دختر تا هر دو رو سوار کنم. وقتی زنگ در رو زدم در باز شد. مردی بسیار قد بلند، حدوداً بیش از 2 متر پشت در ایستاده بود. سلام کردم و گفتم اومدم دختر شما و پسرم رو برای سینما ببرم. اون گفت عجب، چون اونا از من هم خواستن که اونها رو به سینما ببرم. همون لحظه فهمیدم این 2 بچه نقشه کشیدن تا پدر و مادرشون رو با هم آشنا کنن. خیلی خجالت کشیدم. با هم به سینما رفتیم. بعد هم همراه بچه‌ها شام خوردیم. از اونجا که هر دوی ما 2 فرزند داشتیم، کم کم با بچه‌ها بیرون می‌رفتیم و با هم وقت می‌گذروندیم. حدود 4 ماه بعد ناگهان متوجه شدم تمام اون ویژگی‌هایی که هر شب توی دفترچه‌م می‌نوشتم درباره همین مرد بوده. فقط 6 ماه بعد از اولین آشناییمون با هم ازدواج کردیم و حالا بیش از 30 سال از اون روز گذشته. اون هنوز همون انسانیه که اون روزا تو دفترشم توصیف کرده بودم. اون زمان دیگه کاملا برام روشن شده بود که تجربه نزدیک به مرگم واقعی بوده. این تجربه نگاه من رو به زندگی دگرگون کرد. نگاهم به مرگ، به آگاهی، به زندگی، به همه چیز تغییر کرد. هیچ کس این چیزها رو به من یاد نداده بود. توی هیچ کتابی هم دربارش نخونده بودم. اما همون تجربه نزدیک به مرگ من رو از اساس تغییر داد و باعث شد چیزایی رو بفهمم که قبل از اون هرگز درک نکرده بودم. حدود 12 سال بعد از اون تجربه نزدیک به مرگ، وقتی دخترم حدود 12 سال داشت، در دانشگاهی که اونجا کار می‌کردم، منتظر بودم تا تمرین ژیمناستیک دخترم تموم بشه. یه دوست کنارم نشسته بود و تعریف می‌کرد که مادرش در حال مرگه. از ناراحتی اون واقعا دلم گرفت، چون می‌دیدم روزهای آخر زندگی مادرش چقدر روی اون تاثیر گذاشته. ناگهان چیزی در درونم من رو وادار کرد حرف بزنم. در تمام اون سالها بعد از اینکه شوهرم گفته بود توهم زدی، حتی یک بار هم درباره تجربه‌ام با کسی صحبت نکرده بودم. نه دربارش تحقیق کرده بودم، نه دنبال توضیحی رفته بودم
و نه حتی اسم تجربه نزدیک به مرگ رو میدونستم. اما اون خانم باعث شد همه اون خاطرات از درونم بیرون بیاد. تصمیم گرفتم که ماجرا رو براش تعریف کنم، چون احساس کردم شاید بهش کمک کنه با مرگ قریب الوقوع مادرش بهتر کنار بیاد. اون پرستار همون بیمارستان شهرمون بود. تمام اتفاقات تجربه نزدیک به مرگم رو براش تعریف کردم. با شگفتی نگام کرد و گفت: باربارا، من مطمئنم که حقیقت رو میگی. گفتم: از کجا مطمئنی؟ من تا حالا این ماجرا رو برای هیچ کس تعریف نکردم. چطور میتونی بدونی که دارم راست میگم؟ اون جواب داد: چون دقیقاً داری همون مراحلی رو تعریف میکنی که هنگام احیای یک بیمار انجام میدیم. من در همین بخش بیمارستان کار میکنم. بعد ادامه داد: اون ضربه‌ای که گفتی دکتر با مشت به سینه‌ت زد، اسمش ضربه پیش قلبیه. همونجا برای اولین بار اسم این روش رو شنیدم. اون همه چیز رو برام توضیح داد و گفت پزشکا فقط زمانی چنین کاری رو انجام میدن که واقعا دیده باشن بیمار دچار ایست قلبی شده. در واقع اون اولین کسی بود که تجربه‌ام را تایید کرد. چند سال بعد از اون، وقتی اینترنت در دسترس مردم عادی قرار گرفت، شروع کردم به جستجو. اونجا بود که فهمیدم اسم این اتفاق تجربه نزدیک به مرگه و درباره جزئیات و پژوهش‌های مربوط به اون مطالعه کردم. در نهایت تصمیم گرفتم تجربه‌ام رو مکتوب کنم و اون رو برای وبسایت بنیاد پژوهش تجربه‌های نزدیک به مرگ که دکتر جفری لانگ اون رو اداره می‌کنه ارسال کنم. بعد از مدتی جفری لانگ شخصاً از من دعوت کرد تا در کنفرانسی که سال 2009 در سندیگو کالیفرنیا برگزار می‌شد شرکت کنم. با خودم گفتم بالاخره میتونم آدمایی رو ببینم که درباره تجربه‌های نزدیک به مرگ تحقیق می‌کنن و همچنین با کسایی که خودشون چنین تجربه‌ای داشتن از نزدیک صحبت کنم. واقعاً دلم می‌خواد که به این کنفرانس برم. اولین شب حضورم در اون کنفرانس کمی استرس داشتم. احساس می‌کردم همه اون افراد پژوهشگر هستن و اطلاعات خیلی زیادی درباره این موضوع دارن. اما من هنوز کاملاً تازه کارم. وقتی با دکتر لانگ آشنا شدم و کمی باهاش صحبت کردم، گروهی از پژوهشگران و اعضای انجمن بین‌المللی مطالعات تجربه‌های نزدیک به مرگ آینس دور اون جمع شده بودند. موضوع اصلی کنفرانس اون سال پیامدهای پس از تجربه نزدیک به مرگ بود. اونا درباره اثرات مشترکی که افراد بعد از چنین تجربه‌هایی پیدا می‌کنن صحبت می‌کردن و نتایج تحقیقاتشون رو توضیح می‌دادن. من فقط گوش می‌دادم، اما هرچه بیشتر حرف می‌زدن، بیشتر گیج و ناراحت می‌شدم، چون احساس می‌کردم چیزایی که اونا به عنوان پیامدهای بعد از تجربه نزدیک به مرگ نام می‌برن در مورد من فقط بعد از اون اتفاق به وجود نیومده بود. در واقع این ویژگی‌ها رو از همون اولین خاطرات کودکیم در خودم به یاد می‌آوردم. این موضوع واقعاً من رو نگران کرد. بعد از اینکه بحث گروهی تموم شد و افراد شروع کردن با هم گفتگوهای پراکنده داشته باشن، خانومی کنارم ایستاده بود. بهش گفتم من واقعاً متوجه نمیشم. اگه اینها پیامدهای تجربه نزدیک به مرگ هستن، پس چرا من از همون کودکی همه اونها رو داشتم، نه فقط بعد از اون تجربه؟ اسم اون خانم رو نمیدونستم، اما ایشون پی متواتر بود، نویسنده‌ای که حدود 16 کتاب درباره تجربه‌های نزدیک به مرگ نوشته. اون دستام رو گرفت و با آرامش و مهربانی گفت عزیزم، فکر می‌کنم بهتره با خانواده‌ات صحبت کنی. اگه این ویژگی‌ها رو از دوران کودکی داشتی، احتمالش خیلی زیاده که در کودکی هم یک تجربه نزدیک به مرگ دیگه داشته باشی. راستش اون موقع با خودم فکر کردم این دیگه خیلی عجیبه. مگه میشه؟ اگه در کودکی چنین اتفاقی برام افتاده بود، حتما پدر و مادرم یا حداقل خواهر و برادرای بزرگترم به من گفته بودن. پدر و مادرم از دنیا رفته بودن و دیگه نمیتونستم ازشون چیزی بپرسم. حدود 1 ماه بعد از اون کنفرانس برای دیدن برادر بزرگترم به اورگان رفتم. تا اون روز هیچ وقت درباره تجربه نزدیک به مرگم با هیچ کدوم از اعضای خانواده حرف نزده بودم. به برادرم گفتم دارم سابقه پزشکی خودم را از زمان تولدم مرور میکنم. چیزایی مثل وقتی که دستم آسیب دید، پام شکست، یا هر اتفاق پزشکی دیگه‌ای که در کودکی برام افتاده بود رو یادداشت میکنم. بعد خیلی عادی ازش پرسیدم چیز دیگه‌ای یادت میاد که بعد توی پرونده پزشکی یادداشت کنم؟ شام خوردیم و وقت خیلی خوبی رو کنار خانواده‌هامون سپری کردیم. اما آخر شب برادرم به آرومی نزدیکم اومد و گفت بارب، یه چیزی هست که باید بابتش از تو عذرخواهی کنم. سالها پیش بعد این رو به تو میگفتم، اما هر بار فکر کردم وقت مناسبی نیست. بعد گفت تو وقتی 18 ماهه بودی مردی. از شنیدن این جمله شوکه شدم. شوهرم هم کنارم ایستاده بود و اون هم کاملا ماتش برده بود. گفتم منظورت چیه؟
اون گفت وقتی 18 ماهه بودی تب خیلی شدیدی داشتی و حالت اصلا خوب نبود. دقیقاً یادم نیست چه بیماریی داشتی. برادرم گفت اون موقع من خودم 12 ساله بودم. مادرم اون موقع باردار کوچکترین بچه خانواده بود. یعنی خواهر کوچیکم هنوز به دنیا نیومده بود. برادرم تعریف میکرد که من تب خیلی شدیدی داشتم. بدنم به تشنج افتاده بود و دیگه نفس نمیکشیدم. آتش نشانی به پدرم گفته بود به مادرم بگه فوراً من رو داخل یک وان آب ولرم بذاره که آب نه داغ باشه و نه سرد. بدنم رو تا گردن داخل آب قرار بده و بعد کم کم تکه های یخ رو داخل آب بندازه تا دمای بدنم به آرومی پایین بیاد. آمبولانس رو هم فرستاده بودن، اما گفته بودن قبل از رسیدن آمبولانس این کار رو انجام بدن. مادرم من رو داخل حموم برده بود، اما سال 1958 فقط یک قالب یخ توی خونه داشتیم. همون رو از فریزر آوردن ولی کافی نبود. برای همین مادرم 2 برادرم رو که اون موقع 10 و 12 ساله بودن فرستاد در خونه همسایه ها تا هر چقدر میتونن یخ جمع کنن. برادرم میگفت وقتی برگشت و یخ‌ها رو به مادرم داد، همونجا دم در حموم ایستاد. مادرم بالای سرم نشسته بود و زار میزد. اون گفت بدنت کبود شده بود. در همین حین مادرم همچنان یخ داخل آب میریخت. ناگهان به گفته برادرم من به یک باره کمرم را به عقب قوس دادم و یک نفس عمیق کشیدم. همون لحظه رنگ صورتم از اون حالت کبودی یه دفعه کاملا قرمز شد و بعد هم شروع کردم به گریه کردن. در واقع من خاطرات هر 2 برادر و خواهرم را از اون ماجرا شنیدم. اثرات اون اتفاق هم تا سالهای اولیه کودکی کاملا در من دیده میشد و گاهی باعث نگرانی مادرم میشد، چون یکی از مهمترین پیامدهاش این بود که حس شهودی بسیار قوی پیدا کرده بودم. مثلا یادم هست 5 سالم بود. مادرم دستم را گرفته بود و در مرکز شهر سلیم در ایالت اورگان، جایی که بزرگ شده بودم، سر یک چهارراه ایستاده بودیم. یه دفعه دستام رو جلوی صورتم گرفتم. مادرم گفت چی شده؟ چی کار میکنی؟ گفتم الان 2 تا ماشین با هم تصادف میکنن. چند ثانیه بعد درست جلوی چشم ما 2 ماشین وسط تقاطع با هم برخورد کردن. مادرم از اینکه من درست قبل از وقوع این حادثه این رو گفته بودم حسابی ترسیده و شوکه شده بود. دستم رو گرفت و گفت هیچ وقت به کسی نگو که همچین چیزایی رو میدونی. نگو که این توانایی رو داری. راستش این جمله رو بارها از مادرم شنیدم، چون اتفاقهای مشابه زیادی برام پیش می اومد که اون رو نگران میکرد. فکر نمی کنم واقعا میفهمید که چه اتفاقی داره میفته. اون زمان هم اطلاعات زیادی درباره چنین چیزایی وجود نداشت و احتمالاً تصور میکرد این موضوع منفی و یا خطرناکه. برای همین همیشه میگفت نه این کارها رو انجام بدم و نه دربارشون با کسی حرف بزنم. این اتفاقها تا دوران راهنمایی و حتی دبیرستان هم ادامه داشت. بارها دوستام از من میپرسیدن تو از کجا میدونستی این اتفاق قراره بیفته؟ براشون عجیب و حتی ترسناک بود. یادمه در دوران دبیرستان 34 نفر از دوستانم شاهد بودن که قبل از وقوع یک اتفاق دقیقاً گفتم چی قراره پیش بیاد و همون هم شد. اونا اونقدر شوکه شده بودن که گفتن لابد من جادوگرم و یا چیزی شبیه اون. خیلی ناراحت شدم چون خودم هم نمیتونستم توضیح بدم که چرا این اتفاقا میفته. فقط بهشون گفتم حق ندارن منو جادوگر صدا بزنن. سالهای زیادی از اون زمان گذشته و لحظه‌های شهودی زیادی رو تجربه کردم. حالا دیگه میدونم این توانایی برام یک نعمته. از داشتنش استقبال میکنم. ازش لذت میبرم و خیلی خوب از اون در زندگی استفاده میکنم. البته من مدیوم نیستم و بابت این توانایی از کسی پول نمیگیرم. فقط گاهی پیامایی دریافت میکنم که حتی جونم را نجات دادن و یا در موقعیت‌های مختلف به من کمک کردن تصمیمای بهتری بگیرم. وقتی پدر بزرگم یعنی پدر پدرم از دنیا رفت، مادرم تلفن رو جواب داد. صدای گریه‌اش رو شنیدم و از اتاقم بیرون اومدم. گفت که پدر بزرگم فوت کرده. خواهر بزرگترم و خواهر کوچیکترم هر دو زدن زیر گریه. من اون موقع حدوداً 9 ساله بودم، اما چیزی که درونم احساس کردم کاملا متفاوت بود. یک حس شادی و سبکی عجیب تمام وجودم رو پر کرد. با خودم گفتم چه خوب، بالاخره برگشت به خونه. مادرم از من پرسید چرا گریه نمی کنی؟ مگه پدر بزرگتو دوست نداشتی؟ همون لحظه فهمیدم واکنشم با بقیه فرق داره. برای همین گفتم چرا، دوستش داشتم و خودم رو مجبور کردم گریه کنم. اما حقیقت این بود که گریه کردن واکنش واقعی من نبود و همین باعث شد احساس کنم با بقیه فرق دارم، چون اصلا دلیلش رو نمیفهمیدم. در دوران دبیرستان یکی از دوستان خیلی صمیمیم بیماری شدید کلیوی داشت و در 21 سالگی از دنیا رفت.
ما بارها درباره مرگ با هم صحبت می‌کردیم، چون خودش می‌دونست عمرش محدوده و کلیه‌هاش از کار افتادن. فکر می‌کنم من تنها کسی بودم که اون با خیال راحت می‌تونست درباره مرگ باهاش حرف بزنه. حتی در همون سال‌های دبیرستان و اوایل دانشگاه احساس می‌کردم درکم از مرگ با دیگران فرق داره. نه به کلیسا می‌رفتم، نه خانواده‌ام درباره این مسائل صحبت می‌کردن. هیچ کس این باورها رو به من یاد نداده بود. وقتی در 31 سالگی فهمیدم تجربه نزدیک به مرگ داشتم، هنوز نمیدونستم در کودکی هم یک تجربه نزدیک به مرگ رو پشت سر گذاشته بودم. اما همون تجربه در بزرگسالی نگاه من رو به مرگ کاملا تغییر داد. فهمیدم اگر بعد از مرگ جسمم آگاهی و هویت واقعی من همچنان بالای سقف اتاق حضور داشت و من میتونستم به بدنم نگاه کنم، پس اون بدن فقط مثل لباسی بود که از تنم بیرون آورده بودم. درست مثل یک لباس غواصی که دیگه به اون احتیاجی ندارم. من واقعی اون بالا بود، نه داخل بدن. از اون به بعد هر وقت کسی در زندگیم از دنیا میرفت، باور داشتم که وجودش با مرگ تموم نمیشه. همین موضوع غم از دست دادن رو برام بسیار کمتر کرد. بله، منم دلم براشون تنگ میشد و نبودنشون رو احساس میکردم. اما در عین حال حس میکردم رابطم با اونا هنوز ادامه داره. نه اینکه صداشون رو بشنوم و یا اونا رو ببینم، اما باور داشتم آگاهیشون همچنان وجود داره. وقتی با عشق به یادشون میافتادم یا چیزی منو به یادشون مینداخت، احساس میکردم اونا از عشق من با خبر میشن. انگار عشق از میان پرده‌ای که بین دو دنیا وجود داره به اونا میرسه. بنابراین از اوایل دهه 30 سالگیم به بعد درکم از زندگی کاملا تغییر کرد. البته فکر میکنم از همون دوران کودکی هم رگه‌هایی از این درک در وجودم بود. شاید به همین دلیل بود که وقتی پدر بزرگم از دنیا رفت، اون واکنش متفاوت رو نشون دادم. برای من این یه هدیه بسیار بزرگه. اینکه بدونم مرگ هیچ قدرتی بر من نداره و وقتی آدم‌ها از دنیا میرن نابود نمیشن، بلکه همچنان به وجودشون ادامه میدن. آگاهی و شعورشون بعد از مرگ هم باقی میمونه و من هم روزی وقتی این زندگی به پایان برسه و عمر این جسم تموم بشه، دوباره اونا رو خواهم دید. در همون جایی که من اسمش رو آن سوی زندگی میذارم. دوباره اونا رو خواهم دید. اونا بخشی از یه آگاهی بزرگتر هستن. البته من هنوز همه حقیقت پشت این ماجرا رو نمیدونم. هنوز هم در حال یاد گرفتن هستم و کم کم متوجه میشم چه چیزهایی با باورها و احساسات درونیم هماهنگه. اما یک چیز رو با اطمینان میدونم، اینکه احساس نمی‌کنم مرگ هیچ تسلطی بر هیچ کدوم از ما داشته باشه. من باور دارم فقط این بدن رو کنار میذاریم، مثل لباسی که دیگه بهش احتیاج نداریم. این نگاه طرز دیدن آدما رو هم کاملا عوض میکنه. شیوه پذیرفتن دیگران رو تغییر میده و نگاهت به دنیا رو هم متفاوت میکنه. چون اگه به جای اینکه آدما رو فقط بدنشون بدونی، اونا رو روح ببینی، دیگه قد، وزن، رنگ پوست، مذهب و یا هر تفاوت ظاهری دیگه اهمیتش رو از دست میده. اون وقت هر انسان رو فقط یک روح میبینی. وقتی از ظاهر آدما عبور میکنی و دنبال حقیقت وجودشون میگردی، کشف زیبایی درونشون خیلی لذت بخشتر از اینه که فقط ظاهرشون رو ببینی و بر همون اساس قضاوتشون کنی. من تمام عمرم سعی کردم این طرز نگاه رو در خودم تقویت کنم و هر روز در اون بهتر بشم و واقعا داشتن چنین دیدگاهی زندگیم رو به شکل فوق‌العاده‌ای بهتر کرده. اولین باری که پیش یک مدیوم رفتم به خاطر یکی از دوستانم در دانشگاه بود. اون کسی رو میشناخت که قبلا پیش این مدیوم رفته بود و معتقد بود که این مدیوم آدم فوق‌العاده‌ایه. دوستم مدام بهم میگفت حتما برو، باید امتحانش کنی. من تا اون زمان نه کسی رو میشناختم که پیش مدیوم رفته باشه و نه خودم چنین تجربه‌ای داشتم. بالاخره با اصرار دوستم تصمیم گرفتم برم. همین که اون خانم من رو دید، در حالی که اصلا نمیشناختمش و تا اون روز هرگز اون رو ندیده بودم، شروع کرد برام پیام‌هایی رو منتقل کردن. یکی از اولین چیزایی که گفت این بود: تو در آینده کسب و کار خودت رو راه میندازی، صاحب بیزینس خودت میشی و من میبینم که در اون خیلی موفق خواهی شد. اون زمان من در دانشگاه کار میکردم و با خودم گفتم محاله از دانشگاه برم. شوخی میکنید، این بهترین شغلیه که تا حالا داشتم. عاشقشم، همسرم هم همونجا کار میکنه و زندگی ما کاملا با دانشگاه گره خورده. اصلا امکان نداره دانشگاه رو ترک کنم. حدود 6 سال گذشت. یک صبح در حالی که در اتاق نشیمن خونه بودم، ناگهان صدایی شنیدم و همزمان احساس کردم کسی بالای سرم رو محکم گرفته. اون صدا که بسیار عمیق و پرقدرت بود گفت: تو قراره یه فروشگاه اسکرپ بوک راه بندازی؟ کاملا شوکه شده بودم و اصلا نمیدونستم باید چه فکری بکنم.
تنها در اتاق نشیمن بودم و تازه پسرم را از خواب بیدار کرده بودم. به سقف نگاه کردم و گفتم نمیدونم چرا داری درباره فروشگاه اسکرپ بوک با من حرف میزنی. نمیدونم منظورت چیه و اصلا هم نمیخوام چنین کاری انجام بدم. نکنه آدرس رو اشتباه اومدی. بعد هم سعی کردم با شوخی از کنارش بگذرم و دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. فوراً رفتم سراغ همسرم. اون بارها و بارها قدرت شهود من رو دیده بود و میدونست این اتفاقها برام پیش میان. بهش گفتم الان یه اتفاق عجیب افتاد. یه صدا شنیدم. احساس کردم کسی بالای سرم رو گرفته و به من گفت باید یه فروشگاه اسکرپ بوک راه بندازم. همسرم به من نگاه کرد و گفت اگه چنین پیام مهمی شنیدی شاید بد نباشه حداقل فکر کنی برای انجامش چه چیزایی لازمه. با تعجب بهش گفتم داری از چی حرف میزنی؟ من قرار نیست فروشگاه اسکرپ بوک راه بندازم. من در دانشگاه کار میکنم و همونجا هم میمونم. تمام اون صبح در ذهنم با آن سوی زندگی حرف میزدم و میگفتم واقعا نمیفهمم چرا دارید درباره این موضوع با من صحبت میکنید. منظور شما رو نمیتونم درک کنم. بعد از نهار وقتی در مرکز شهر سانتا باربارا بودم و داشتم به خونه برمیگشتم دوباره صدای دیگه‌ای رو داخل ماشین شنیدم. این بار صدای یک مرد بود. صدایی کاملا جدی و بسیار عمیق. گفت ماشین را نگه دار و درباره وام کسب و کار سوال کن. با تعجب گفتم شما دیگه کی هستید؟ چرا دارید درباره این موضوع با من حرف میزنید؟ بانک فقط یک خیابون جلوتر بود. تصمیم گرفتم وارد بانک بشم و در دلم به آن سوی زندگی گفتم ببینید اگه واقعا این همون چیزیه که میخواید انجام بدم من حاضرم امتحانش کنم، اما واقعا دلیلش رو نمیفهمم. فقط میرم داخل بانک و درباره وام سوال میکنم، هرچند اصلا نمیدونم که چرا دارم این کار رو انجام میدم. به داخل بانک رفتم و روبروی یکی از کارمندان نشستم و گفتم میخوام یه فروشگاه اسکرپ بوک راه اندازی کنم. اون فوراً پرسید چقدر وام لازم دارید؟ همون لحظه خودم هم از مسخره بودن موقعیتی که در اون قرار گرفته بودم خندم گرفت. گفتم واقعا نمیدونم. به نظر شما برای راه اندازی یک فروشگاه اسکرپ بوک چقدر پول لازمه؟ از حالت چهرش کاملا مشخص بود که فکر میکرد فقط وقتش رو تلف کردم. گفتم واقعا بابت اینکه مزاحم وقتتون شدم عذر میخوام. الان فهمیدم که خیلی عجله کردم و اول باید یاد بگیرم چطور یک طرح کسب و کار تهیه کنم. بعد دوباره خدمت میرسم. خیلی ممنونم بابت وقتی که گذاشتید. فقط میخواستم هر چه زودتر از اونجا بیرون بیام. در همون لحظه که داشتم از میان بانک رد میشدم دوباره همون صدا رو شنیدم. گفت یه لحظه صبر کن. انقدر زود تسلیم نشو. برگرد و با یه نفر دیگه صحبت کن. همون وسط بانک تو ذهنم به اون صدا گفتم اگه من صدای تو رو میشنوم احتمالاً تو هم فکرهای من رو میشنوی. راستش رو بخواید اصلاً کار رو برام راحت نکردی. حالا خودت باید به من نشون بدی که دقیقاً باید با چه کسی صحبت کنم. به راه رفتن ادامه دادم و از بانک بیرون اومدم و به سمت ماشینم رفتم. در همون حال دیدم که مردی به من نگاه کرد. دستش رو بالا آورد و برام تکون داد و با لبخند سلام کرد. من تا اون روز هرگز اون رو ندیده بودم. برگشتم سمتش داخل بانک و بهش گفتم امروز اومده بودم درباره گرفتن وام صحبت کنم، اما فهمیدم عجله کردم و اول باید یاد بگیرم چطور یک طرح کسب و کار تهیه کنم. اون حدود 10 دقیقه برام توضیح داد که بیزینس پلن چیه و چطور باید تهیه بشه. بعد گفت ممکنه فقط چند لحظه صبر کنید؟ نمیدونستم چرا این رو گفت. بعد به سمت اتاقک شیشه‌ای اون طرفتر رفت و با خانومی صحبت کرد. هر دو داشتن به صفحه کامپیوتر نگاه می‌کردن. حدود 4 دقیقه بعد برگشت و گفت خانم بارتولومه، درخواست وام $250,000 شما برای راه اندازی فروشگاه اسکرپ بوک تایید شده. شما و همسرتون میتونید فردا برای امضای مدارک تشریف بیارید. خب حتما میتونید تصور کنید که چه شوک بزرگی بود، چون من اصلا مطمئن نبودم که واقعا میخوام چنین فروشگاهی راه بندازم. اینکه یه دفعه به من بگم پولش آماده است و حالا دیگه قراره این کار رو انجام بدم واقعا باور نکردنی بود. در عرض 3 ماه فروشگاه هم رو راه اندازی کردم. اسمش رو گذاشتم سانتا باربارا اسکرپ بوکس و در شهر سانتا باربارا، کالیفرنیا، جایی که زندگی میکنم افتتاح شد. فروشگاه خیلی زود به یکی از مکانهای محبوب شهر تبدیل شد و 6 سال اون رو اداره کردم تا اینکه رکود اقتصادی سال 2008 ضربه سختی به فروش وارد کرد و تصمیم گرفتم که مسیر دیگه‌ای رو توی زندگی دنبال کنم. جالب اینجاست که فقط 3 ماه بعد از افتتاح فروشگاه عنوان بانوی کارآفرین سال شهر سانتا باربارا رو به من دادن.
و میدونید همین یکی از دلایلی بود که دوست نداشتم درباره تجربه نزدیک به مرگم صحبت کنم. برام ترسناک بود که در این شهر زیبا به عنوان بانوی کارآفرین سال شناخته بشم و بعد ناگهان بخوام درباره تجربه نزدیک به مرگم صحبت کنم. این احتمال وجود داشت که مردم دیگه من رو با نگاه کاملا متفاوتی ببینن. انجام این کار برام واقعا ترسناک بود، اما از طرف دیگه برای خودم بسیار قدرتمند و معنادار بود، چون هر چیزی که تعریف میکنم حقیقت محضه. اصلا نمیشه چنین چیزایی رو از خودم بسازم. این تجربه زندگی من رو کاملا دگرگون کرد و همه اتفاقات هم به شکلی شگفت‌انگیز از همون مدیومی که اون روز باهاش ملاقات کرده بودم شروع شد. چند سال بعد وقتی فروشگاهم رو راه انداخته بودم و حدود 2 یا 3 سال از فعالیتش میگذشت، اتفاقی نوار ضبط شده همون جلسه رو پیدا کردم. با خودم گفتم بذار دوباره بهش گوش بدم. وقتی بهش گوش دادم واقعا شوکه شدم. نوار رو به همسرم دادم تا اون هم بهش گوش کنه. فهمیدم که اون همون موقع پیش بینی کرده بود که من کسب و کار خودم رو راه میندازم. دقیقاً گفته بود که صاحب کسب و کار خودم میشم، اما من اصلاً حرفش رو باور نکرده بودم. همون لحظه حرفش رو کاملاً رد کردم و با خودم گفتم همچین چیزی اصلاً ممکن نیست. برای همین واقعاً باور دارم اگه یک مدیوم توانایی برقراری ارتباط با آن سوی جهان رو داشته باشه، چنین چیزی امکان پذیره. البته فکر میکنم بعضی از افراد هم هستن که چنین توانایی ندارن، اما فقط وانمود میکنن که مدیوم هستن. در عین حال معتقدم گروه فوق‌العاده‌ای از افراد هم وجود دارن که واقعا این مسیر رو به عنوان رسالت زندگیشون انتخاب کردن و پیام‌هایی رو به مردم منتقل میکنن تا بهشون کمک کنن. وقتی کسی تجربه نزدیک به مرگ رو پشت سر میذاره، نوعی گشودگی در اون ایجاد میشه. انگار یه پشت در این دنیا و پای دیگش در اون دنیاست. همین باعث میشه بتونه پیام‌هایی رو از آن سو دریافت کنه و اونها رو به دیگران منتقل کنه. من واقعا معتقدم نوعی بیداری معنوی در میان کسایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن در حال شکل گرفتنه. جالبتر این که پژوهشگرها رو درباره افرادی تحقیق میکنن که خودشون چنین تجربه‌ای نداشتن، اما فقط داستان‌های این تجربه ها رو از طریق کتاب‌ها یا ویدیوها دنبال میکنن. نتایج این تحقیقات نشون داده که شنیدن این روایت‌ها باعث میشه ترس مردم از مرگ کمتر بشه و هنگام از دست دادن عزیزانشون غم و اندوه کمتری رو تجربه کنن. چون این تجربه ها به اونها این درک رو میده که آگاهی و هوشیاری انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم مردم بفهمن که زندگی با مرگ جسم تموم نمیشه و اون چیزی که واقعا شما هستید این بدن فیزیکی نیست. شما یه موجود معنوی هستید که در حال تجربه کردن یک زندگی جسمانیه، نه یک موجود جسمانی که فقط گاهی تجربه های معنوی داره. اگه روزی هممون به این باور برسیم که بیش از هر چیز روحایی هستیم که برای آموختن، رشد کردن، عشق ورزیدن، مهربانی با یکدیگر و زیباتر کردن این دنیا به این زندگی اومدیم، اون وقت احساس میکنم مهمترین پیامی که میخواستم به دیگران برسونم به مقصد رسیده. وقتی در ارتباط با آن سوی هستی رو باز میکنی، واقعا شگفت زده میشی که در چه موقعیت‌های مختلفی از اون طرف به کمکت میان. من فکر میکنم آن سوی هستی همیشه در حال شنیدن ماست. وقتی از اونها کمک میخوای، وقتی دستت رو به سمتشون دراز میکنی، همین باعث میشه کمکشون به سمت تو جاری بشه. اگه انسان بفهمه که اونها همیشه اینجا هستن و همیشه آماده کمک به همه ما هستن، نگاهش کاملا عوض میشه. اما خیلی‌ها در قلبشون رو میبندن. وقتی یک الهام یا شهود به سراغشون میاد، فکر میکنن فقط از ذهنشون بوده، در حالی که شاید پیامی از اون سوی هستی بوده که برای کمک به اونها رسیده. من واقعا آرزو میکنم همه این رو بفهمن. اون دنیا جای دوری نیست، اونا همینجا هستن، کنار ما هستن. امروز که به گذشته نگاه میکنم میبینم آن سوی هستی از همون ابتدا من رو آموزش میداد. منو در موقعیت‌هایی قرار میداد که بتونم رشد کنم، تا به جایی برسم که بدون ترس از قضاوت دیگران و بدون نگرانی از اینکه کسی حرفم رو باور نکنه، بتونم آزادانه درباره این تجربه صحبت کنم. الان میتونم با هر کسی دربارش حرف بزنم و این کاریه که هر روز انجام میدم. سعی میکنم هر کسی رو که بتونم پیدا کنم و این هدیه رو با اون قسمت کنم. چیزی که دوست دارم ببینم و امیدوارم همه آدم‌ها هم اون رو تجربه کنن اینه که وقتی به پایان زندگیشون میرسن بتونن با رضایت بگن کارهای خوبی انجام دادم، روی زندگی آدمای زیادی اثر گذاشتم، به انسانهای زیادی کمک کردم. اون شادی عمیقی که از کمک کردن به دیگران به دست میاد یکی از مثبت‌ترین احساساتیه که میشه در زندگی تجربه کرد. حتی اگه فقط به یک نوزاد داخل چرخ خرید لبخند بزنی یا به کسی در حمل خریداش کمک کنی و یا داوطلبانه کاری رو انجام بدی،
من حتی بچه‌هام رو با خودم به ساحل می‌بردم تا زباله‌ها رو جمع کنیم. هر روز سعی می‌کنم راهی پیدا کنم که بتونم به یک نفر دیگه کمک کنم. تجربه نزدیک به مرگ زیباترین هدیه‌ای بود که در تمام زندگیم دریافت کردم. درکی که این تجربه درباره مرگ، درباره آگاهی و درباره خود زندگی به ما میده فوق‌العاده ارزشمنده. از صمیم قلب امیدوارم مردم هدیه‌ای رو که در رها کردن ترس از مرگ وجود داره درک کنن. ما دلتنگ کسی که از دنیا رفته میشیم، اما هنوز هم میتونیم باهاش حرف بزنیم. هنوز هم میتونیم دوستش داشته باشیم، بهش فکر کنیم و بگیم هنوز دوستت دارم. میدونم که هنوز کنار من هستی. امیدوارم هر جا هستی خوشحال باشی. من باور دارم که آگاهی ما بعد از مرگ هم به حیات خودش ادامه میده. ما هر بار خودمون انتخاب میکنیم که به این دنیا بیایم. ما قبل از اومدن چالش‌های مختلفی رو برای زندگیمون انتخاب میکنیم. چالش‌هایی که قراره باعث رشد ما بشه. در پایان زندگی نحوه رفتار و عملکرد خودمون رو میبینیم و اون وقت متوجه میشیم کجا خوب عمل کردیم و کجا میتونستیم بهتر باشیم و بعد دوباره به این دنیا برمیگردیم و این بار چالش‌های تازه دیگه‌ای رو برای خودمون انتخاب میکنیم و باز هم به رشد روحمون ادامه میدیم. من فکر میکنم دقیقاً کاری که همه ما اینجا انجام میدیم همینه. ما بارها و بارها به این دنیا میایم و هر بار موقعیت‌ها و شرایط متفاوتی رو برای خودمون رقم میزنیم. موقعیت‌هایی که قراره به ما یاد بدن چطور از محدودیت‌های صرفاً انسانیمون فراتر بریم و به جای اینکه فقط یک انسان معمولی باشیم به چیزی بسیار زیباتر، بالاتر و کاملتر تبدیل بشیم.